سلام خدمت شما ملت نمک نیست. و چرا من چشم یه مثلا معلوم نیست، یکیش معلوم نیست. با مونده الان بهتر شد. خب گفتم با چشم شما رو بگیرم دیگه. و چه خوب شد، بی برق خوشگلتر شدیم. ببینی این شمه تو چشم چه چیز با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. میدونین که برقا رفته، برقای ما هم رفته، برقای شما هم رفته. البته ما به تاریکی عادت داریم. شما چی؟ ما که اصلا به تاریکی عادت داریم. آله والا اصلا من خودم به تنهایی چند بار تا حالا برق از ما تحتم پریده، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. نه والا شما چی؟ برق از ما تحتم طول پریده؟ ببینید دوستان عزیز، به ما که گفتین، دیدی که به ما قول برق و آب مجانی می شود و دادن. الان دیدین برق مجانی شد. خاردی که برقا که بره نتونید یه برق فیش برق که بیاد قبض برق چیه؟ خب دیگه احتیاج نیست که پولش رو بدیم. پس میشه چی؟ برقا مجانی شد. آره دیگه، پس به قولشون عمل کردن، برقا مجانی شد. ببین الان چراغ دستی، چراغ فتیله‌ای، چراغ قوه، شمع، اینا همه الان خیلی مزایا داره. نه تنها فیش برق مجانی میشه، اصلا برای بوش برای شما خوبه. آره بالا برای شوشتون اینا. آره بعدش هم دوستان عزیز شنیدین که بیت کوین، که میدونین بیت کوین چیه؟ ورچوال مانی، پولای کامپیوتری هست. خب اونو سرور لازم داره. پس اونا رو چجوری استخراج کنم؟ بچه من هر بیت کوینی $35,000. آره والا شما فعلا چراغ فتیله‌ایتون رو روشن کنید، منم این شمع رو دستم میگیرم. اما بیت کوین بعد از بیت کوینی که داره از اون سرور لامصب استخراج میشه. ببینید شما الان اگه 10 تا کامپیوتر با 10 تا ویدیو کارت خوب داشته باشید با سرور استخراج کرده میتونید برید. البته خب اونا برق به الان احتیاج دارن، شما ندارید. اونا برق الان احتیاج دارن که بیت کوین استخراج کنن. آره دیگه، پولای بازار سیاه دیگه. آره بعد شما هم اینجوری میتونید خیلی راحت تلفنتون، آیپدتون چیکار کنید؟ ببرید زیر پتو، شمع رو روشن کنید، قشنگ تلفن و آیپدتون اینا همه کار میکنه. آره والا آره دیگه. و اینقدر نمک نشناسی نکنید دیگه. بچه بخاطر اصلا زندگی رومانتیک میشه اینجوری. خدای توفه. برید نمک نشناس نباشید. ببینید مثلا زیباتر شدم.